ایالات متحده آمریکا ترکیش مرگطلبانه را در یک بیمارستان کویته پاکستان روز 8 اوگوست که جان دست کم 70 نفر را گرفت محکوم کرد. ترکیش در لحظه های رخ داد که همکسبان و نزدیکان با سبب کشتار یک حقوقشناس معروف محلی گردی هم آمده بودند. تروریستان بیمارستان، نظام عدلیه و مطبوعات ستون مهمترین دموکراسی را هدف قرار دادند. این حمله های وحشیانه و بی‌معنی تنها اراده عمومی ما را برای پیروزی بر تروریسم در جهان تقویت می‌دهد. ما به خاطر مقابله با این تهدیدها با همکارانم در پاکستان و دیگر نقاط جهان همکاری را ادامه می‌دهیم. عمل تروریستی روز دوشنبه را در یک برقیه به نام سروزیر پاکستان نواز شریف پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان هم محکوم کرد. پرزیدنت در این پیام تسلیتش از کشتار نفران زیاد گفته است عمل مرگطلبانه تروریستان را قطعاً محکوم نموده ضرورت بی تأخیر تقویت مبارزه قاطعانه را با همه گونه ظهورات تروریسم و افراطگرایی در سطح‌های مختلف مجدداً تاکید می‌نماید. بخش پاکستانی رادیوی آزادی میگوید که سبب کشتار حقوقشناس بلال انور کسی هنوز معلوم نیست، چون به حیث رهبر انجمن حقوقشناسان تنها کارهای کسبی خود را انجام میداد. یکی از حقوقشناسان زخمی گفت حادثه کشتار پرزیدنت انجمن و هم کشتار نفران زیاد پیشی راهی کاری کسبی آنها را نمیگیرد و حقوقشناسان از گذشته بیشتر متحد خواهند شد. ترکیش در لحظه رخ داد که ازدحام حقوقشناسان و ژورنالیستان به بخش اضطراری بیمارستان محلی کویته بعد شنیدن خبر قتل پرزیدنت انجمن حقوقشناسان بلوچستان بلال انور کسی شتافتند. تا حال دو تشکل تروریستی، یک گروه وابسته به طالبان جماعت الاحرار و گروه دولت اسلامی ادعا کردند که این حمله کاری دستی آنهاست. فعلا تصدیق درستی این ادعا امکان ندارد.